دادستان شهر لیوبرت روسیه از دادگاه خواسته است شهروندی حقوقشناس بهرام همرایف را بیکار کند. همرایف 25 سال پیش شهروندی روسیه را به دست آورده است. اون به این باور است که تلاش ها برای محروم کردن او از شناسنامه روسی به فعالیت های سیاسیش ربط دارد و میگوید برای عدالت مبارزه خواهد برد. با گفته این حامی حقوق در گذشته هم بارها برای گناهکار کردن او تلاش ها شده بود. سال 2003 او را به نگهداری غیرقانونی مواد مخدر متهم کردند. سال 2010 یک افسر نامعلوم خدمات فدرالی امنیت روسیه او را لطوکوب کرد. آنها مرا با راه‌های مختلف هم اطلاعاتی و هم جنایتی تعقیب و تهدید می‌کنند. این همه به فعالیت‌های من وابسته است. روسیه امروز نه تنها به من بلکه با همه سیاستمداران و فعالان شهروندی آنهایی که آشکارا از قانونشکنی‌ها می‌گویند چنین برخورد می‌نماید. آنها را یا بازداشت و یا از شهروندی محروم می‌سازد. با گذشت 25 سال از گرفتن شناسنامه روسی، دادستان همکنون سنجشی رعایت قانونگذاری در ساحه مهاجرت را انجام می‌دهد. در دایره این سنجش و صحبت با سابق همسر بهرام همرایف مارگاریتا سوسلیاکووا، مقامات گویا معلوم کرده است که ازدواج آنها ساخته بود. ما فکر میکنیم که این پرونده پورا ساخته است. یگان جای شبهه نیست که همرایف شهروند روسیه است و او با راه قانونی صاحب شناسنامه شده است. این در جریان تفتیشات‌های زیادی که قبلا با هدف عیبدار کردن حقوقشناس انجام داده شده بود اثبات شده است. بهرام باور ندارد که سابق همسرش چنین چیزی گفته باشد. همسرش هم نسب او را گرفته بود. سابق همسر بهرام همرایف میگوید او نمیخواست چنین بیاناتی نویسد، اما کارمندان مقامات قدرتی او را به این کار وادار کردند. آنها با او گفتند که همرایف مردم را به گردی همایی تشویق و دعوت کرده است. همسر همرایف تصدیق کرد که در واقع آنها ازدواج کردند و با هم زندگی یکجایه داشتند. آنها گفتند که او همه را به گردی همایی تحریک می‌دهد. کدام گردی همایی؟ ضد نوالنی یا به طرفداری او من نمیدونم. من گفتم که من به سیاست کار ندارم و به من این در کار نیست. یعنی شما زندگی مشترک داشتید؟ البته یک جا زندگی کرده ایم. چند سال با هم زندگی کردید؟ 4 سال. بله، اول به نکاح زندگی داشتیم، بعدا رسما عقد نکاح کردیم. مارگاریتا میخواهد او را به حالش گذارند. بازدید مقامات و پرسش‌های آنها به صحت او بی تاثیر نماندند. هرچند او و بهرام همرایف 20 سال اخیر دیگر برای همدیگر بیگانند، ولی وی میگوید به شوهر سابقش بدی نمیخواهد.